با سلام، صبح بخیر خدمت هموطنان عزیزم، فارسی زبانان، هر جایی که هستید. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کنید و در پناه خداوند موفق باشید. امروز دوست دارم که راجع به سلامتی روح و روان و حیوانات صحبت کنم. اینجا بیتی سگ من اسمش بیوتیه. من دوستان که منو میشناسن، باز من اسم خودم رو میگم. من محمد حسن ملک محمدی، معروف به مو، آرتیست، در کشور انگلستان زندگی میکنم. به مدت 25 ساله که در این کشور هستم، ولی متاسفانه به دلیل ناراحتی روح و روانی که پیدا کردم بعد از جنگ، خیلی سختی و مشکلات داشتم. بیمارستان بودم، اغلب از خودم جدا بودم، اصلا نمیفهمیدم. شوک بودم، یه حالت شوک طولانی مدت. بعد با دارو کاری میکنه که انسان بیتی زیاد نتونه مغزش هوشیار باشه. به هر حال من وقتی که این حیوان قشنگ اومد تو زندگیم، یه توله بود، یه توله 3 ماهه. من نماز میخوندم، توله سگ و جلوی جانمازم دیدم. فکر کردم شیطانه. گفتم خدایا پناه بر تو میبرم از این شیطان کوچک. چقدر این شیطون دلرباست. این چیه؟ این سگه. آقا جانماز رو جمع کردیم، خدا رو عبادتش رو گذاشتیم کنار. رو اول جنگ که ببر بیرون، نمیخوام. کثیفه، گناه هم گناهه. اینا تو کله من نمیره. خانومم انگلیسیه، ثبات نداره که دین و مذهب داره. از ما ای که این حیوانو ببر، با دین من نمیتونم باش چیز کنم. من نماز میخونم، عبادت میکنم، نمیتونم که. به هر حال در مذهب ما به این اعتقاده که نباشه. من یه نگاهی کردم به این سگ کوچیک و خواستم ببینم که این ضررش چیه، که خدا که نگفته. به هر حال گفتن فقها که آقا اگر چیزی، من در رابطه با این مسائل اصلا دوست ندارم دخالت کنم، ولی چیزی که در زندگی من اومد، من هم خدا رو دارم هم عبادتم و هیچ فرقی برام نکرده. من ذهنم پیش خداست. به سگ کثیف من چه کار؟ حالا شما میگید کثیفه، ما هم میگیم کثیفه. منی که نماز میخونم، منی که همه وجودم ذهنم در خداست، من سگ کجا میبینم که پیش رد بشه رو جانمازم یا آب دهنش بخوره و تمام دین و ایمون من از بین بره؟ این مسائل یه مقدار با اسلام حقیقی من فکر میکنم که مسئله داره. چون به هر حال امروز تمام دنیا مردمش به این شعور رسیدن که حیوان خانگی برای
زندگی برکت میاره، برای روح و روان سلامتی میاره. حالا ما تو ایران اگر تو تهران با سگ بخوایم بگردیم، جرم سگ گردانی، سگ چرانی، آقا تا به سگ دست زدی و مهر به سگ به سگ مهر بخوای نشون بدی، به 10 تا وصله میچسبونن. سگ چرانه، سگ بازه. سگ هم نشانه خداست. عشق بدترین روزای عمرم و این حیوان با هم بود، برادرم با هم نبود، هیچکی با هم نبود. این حیوان با هم تا صبح نشست گریه های منو نگاه کرد، منو به این زندگی آورد. من این زندگی دل بریده بودم، به آدمش، به همه چیزش بریده بودم. یه بچه، یه طول سگ منو آورد به زندگی. یه طول سگ منو با خدا نزدیک کرد. من شرم ندارم بگم با پولا هم سگ دارم، من گناه کردم، گناه دارم، من عیانم، میخوام فردا پیش خدا عیان باشم، امروز پیش شما عیانم که فردا منو بکوبید زمین برای حرفای عیانم. رو راستی همیشه مشکل میاره برای آدم، ولی خدا که انسان بتونه برای خدا خودشو ببازه. خدایی که مهر، محبت، بخشش، رفعت، بزرگی، خدایی که همه رو با یه چشم نگاه میکنه، نه با چشم خوب و بد، به چشم موجودیت. اعتقادات به ما یه سری مسائلی رو تو زندگی ما آوردن که من حکمم چیه؟ نماز من چیه؟ آقایونی که احکام میسازید، حکم میدید، چرا مردم رو آگاه نمی کنید؟ چرا حداقل نمیگید که آقا این سگ کثیفه، نجسه، ولی جون داره، تو سرش نزن، سنگ نزن بهش. درد همون درده، به خدا درد سگ و انسان یه درده. احترام بذارید به حیوونا. ما بچگی سنگ دستمون بوده، برای حیوونا پرت کردیم. فرهنگ اشتباهمون، به ما یاد ندارن که با حیوانات مهربون باشید. یارو میاد خارج کشور لغت میزنه به سگ، میندازنش زندان، اینه سگ بازن، اینه نه. حداقل حقوق حیوانات اینا، حالا انسان ها رعایت نمیشه، حیوانات رعایت میشه. خدایی که دکتر منو سگ قرار دادی، خدایی که زندگی منو از مرگ به وجود دیگری تبدیل کردی، من تشکر میکنم از خدا. امیدوارم که دوستان استفاده برده باشن. از حقیر دل پری داشتم، چون سگ اصلا حیوانات، من سگ و چیز نیستم، من به طبیعت خیلی عشق دارم، اصلا همه چی مال خداست. اگه ما خدا نیستیم، غیر خدا نباشیم. خیلی ممنون.